دوستان عزیز السلام علیکم. امروز 23 فوریه سال 2026 می باشد. همه جوانمردان رو، همه محافظان وطن رو تبریک میکنم و دقت شما پیشنهاد میکنم چهارمغز پکن که در جهان چهارمغز قیمت ترین است برای بوق نمودن اساسا در زمین های زک کنید اگر بسیار نقض می شود. زمین نم رو نقض میبیند. زمین زکی که بسیار پرتوتگی است، بسیار هیچی نمیشود. من و زمین زک چی میشود میگفتم میپرسیدن، من آوردم زمین زک رو به نوبت دوست میداره چهارمغز پکن. چهارمغز پکن چی است؟ یک مرتبه نشون دادم. این رو من از بازار خریدم، از مغازه. کیلویش 123 و 50 درم، 123 سومون 50 درم. من همین تاکش ده 31 سومون خریدم. همین خاطرش. و شما نشون میدم چهارمغز پکن چی است. چهارمغز پکن من همین چهارمغز است. این بریون کردگی است. این بیرون کردگی است و کورکر کردگی است، برای سفید شده است. اساساً چهارمغز پکن کمتر قهوه رنگ می شود. من همین نکیم پوستش تنک می شود. در حقیقت این پوست رو ببینید چقدر پوست تنک است. این با آسانی میشکند، با زودی میشکند. دیدید؟ چهارمغز پکن بهترین چهارمغز جهان می باشد و قیمت ترین چهارمغز جهان می باشد. من هم خیلی پوست نو کرده این رو 123 سومونی من خریدم. کیلوش رو اگر پوست کنید 150 سومونی یک لخت میفروشید. پوست کردنش هم آسان است. من دیدید؟ این که بریون کردگی است، این من جدا شد. بریون نکردگیش یک لخت میبروید. همداران عزیز، دیر نکنید. دیر نشده است. در منطقه شهرتوز و منطقه قبادیان پکنزور است. همونطور میدونید دههای دوقی و دیگر دهه ها هر سال هزار کیلوها تونها میفروشند. لیکن پکن های مایده خیلی است. این پکن خیلی کلان است. من هم دیرون عزیز پیوندی است. من اینجای پیونده هایش است. در گرمی ما علاقه جنبیده ایستاده است، چون که زیر کلونکه باشد. من خریداری کنید. یک تا روسش قطع سکیتکه میشد، توجش قطع تحفیف یعنی کسانی 5 دانه گیرد، یک دانه بولش بیپول داده می شود. ثواب هم گرفتن در کار کم در ماه شریف رمضان. من 5 بر 1 5 تا خرید، یک تا بیپول می رود. لیکن این رو 10 به 10 یا که کم 8 به 8 شنوندن در کار. این چهارمغز کلان می شود، نهایت کلان می شود، نهایت بسیار می بندد. تکرار میکنم در زمین های سیراب نهایت نقض می شود. اساسا در زمین های زک میگن که تگش آب دارد 2 متر 1 متر پس، این بینوید نقض نشونمون میکند، نمی رو دوست میدارد. این همداران عزیز، من در زمین های خشک هم میشود، ولی با سوال نتید که خشک نمیشود، فقط باید آب دادن در کار. لیکن این در زمین زک زمین اگر شنونید این رو دیگر آب هم نمیتید. آب در پایون فراوان است. من همداران عزیز مرحمت کنید، ولی وقت شنوندن این حال ها هست، بیایید خریداری کنید. ما از 4-5 روز پس این رو بوق میبریم میشنونیم. وقتی این برکت کلان شد با قیمت میشد. البته نرخش 150 سومونی. کدامی خرد با ارزان میکنیم و با زخت دیگر توفه میدیم. همداران عزیز، کدامی از 10 دانه زیاد میگیرد هم ارزان میکنیم، بولش توفه. کدامی 5 دانه میگیرد یک تا توفه. در پناه خدا باشد، خدا نگهدار شما باشد. من همین برای شما آوردم. همین روز من مقصدم بود که تاجیکستان پکنزور شود، لیکن خلق ما افسوس یا پول ندارد یا حال با پکن توجه نکرده است. با پیسته توجه کردن. در این مابین 3-4-5 سالی که من میگویم توجه کردن، حتی پیسته نمیرسد، میبرین نمیرسد، لیکن با پکن توجه نکردن که پکن با از پیسته هم زورتر از درآمدناکیش. در پناه خدا باشد، خدا نگهبان شما باشد.